ملاقات یاردمچی پرکرور حربی گارنیزون سوخت حامدزاده نورالدین نورالله با کورسانتان فیلیال دانشکده حربی و سربازان کمانداتوری حربی گارنیزون سوخت اید بشار و توضیح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار گردید. ضمن برآمد و سخنرانی‌ها قید کرده شد که در پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رشد قوه‌های مسلح همیشه همچون عامل کلیدی حفظ استقلالیت دولتی، تمامیت ارضی و تامین امنیت ملی تاکید می‌گردد. قوه‌های مسلح همچون سپری با اعتماد دولت در حفظ مرز و بوم کشور، پیشگیری تهدید و خطرهای معاصر و تحکیم صلح و ثبات جامعه نقش سرنوشت‌ساز دارند. از جمله در پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با توجه و غمخواری خاص نسبت به قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق ابراز نمودند که حکومت مملکت وظیفه‌دار است که جهت باز هم بهتر نمودن شرایط خدمت، کار و زندگی خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق تدبیرهای علاوه‌ای اندیشد. این نکته بازگوی سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت تحکیم اقتدار مدافعی، بلند برداشتن سطح تامینات اجتماعی خدمتچیان حربی و ایجاد شرایط ارزنده خدمت برای حمایتگران وطن بوده. از توجه پیوسته راهبریت عالی کشور به مسائل امنیت و ثبات ملی شهادت می‌دهد. سرور دولت بارها تاکید می‌نمایند که قوه‌های مسلح نه تنها ساختاری نظامی بلکه مکتب بزرگ وطن دوستی، صداقت به دولت و ارزش‌های ملی میباشد. در پیام به مسائل تحکیم زمینی، مادی و تکنیکی، معاصرگردانی سلاح و تکنیک حربی، بلند برداشتن سطح آماده‌باشی جنگی و کسبی خدمتچیان حربی دقت جدی داده می‌شود. ذکر گردید که یکی از سمت‌های مهم پیام سرور دولت در ساحه امنیت و مدافعت این آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاصی حربی میباشد. بلند برداشتن سطح دانش، ملکه و جهانبینی کسبی افسران و سربازان، اینچنین بهتر نمودن شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی و عائله‌های آنها از هدف‌های اساسی سیاست دولتی در این سمت به حساب می‌رود. در پرتو همه سپارش‌های داده شده باز هم برای خدمتچیان حربی و مقامات حفظی حقوق و دیگر کارمندان ساحه‌های معارف و تندرستی اهالی و ساحه‌های بودجتی از 20 تا 25% معاش وظیفه‌ها را از 1 سپتامبر سال 2026 دستور دادند که برای بلند برداشتن سطح صفت نیکو اهالی مردم این هم یک پیشروی اساسی شدن میتواند. هیئت شخصی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرجمانه تماشا نموده در آینده برای در فعالیت خدمتی و زندگی فعالیت خدمتی خود سرمشق فعالیت کاری قرار دادن و استوار هستند. توجه به مقام اجتماعی خدمتچیان قوه‌های مسلح دلیل روشن غمخواری دولت نسبت به حامیان وطن است. این سیاست اجتماعی باعث می‌گردد که روحیه وطن دوستی، مسئولیت شناسی و صداقت به سوگند حربی در میان افسران و سربازان باز هم تقویت یابد.